یک تا سوال همین که ما خودمون شهر روسیه با پدر و مادر تاجیکستان با یک قربانی کنیم گفته همینجا من پلیسی کردم که یکم گوسفند گرفته کشته قربانی کنن و ها جای گوسفند با یک همسایه قدی شدیدن که نواس میکشن یک هفت نفر همینو گفتن ثواب کدامش کلام باشد تا خودتون گوسفند کشید بهتره یا قطعی خلق خیلی نمیفهمیم پولی که اگجا هر دوشان اگر 7 کس همشان قربانی کن باشند اجازت است خوب است. از یک جهت خوبیش آن است که خواستن اگر گاوی کلام باشد و گوشتش از گوسفند زیاد باشد. مثلا یک گاوی هست که 1 تن گوشت میکند. 1 تن که گوشت کرد به 7 کس تقسیم کنیم زیاده از 100 کیلوگی میشد. قریب 150 کیلوگی میشد. در این حالت ثوابش کلام میشد از کدام جهت؟ از آن جهت که گوشتش از 100 کیلو زیاد. لیکن گوسفند مثال 20 کیلو 30 کیلو گوشت میکند. در این حالت ثوابش از نگاه گوشتش کم بودن کم است. لیکن گوسفند از کدام جهت ثوابش کلان است؟ از آن جهت که کله دارد، پا دارد، خودتان ذبح میکنید، پوست دارد، همین با خودتان خیر میکنید. یعنی 7 کس شریک نیست در یک کله و در 4 پاش مثلا. از این جهت مقصد همین مقصد ثواب. گوشت گاو اگر بسیار باشد گاو بهتر است. اگر گوشت گوسفند بسیار باشد گوسفند بهتر است. والله اعلم. ثوابش هم سرم ثوابه. اگر هدوش برابر باشد، مثال گوسفند هم 100 کیلو گاو هم 100 کیلو باشد گوسفند کشید. ان شاء الله. جزاک الله خیر. و ایاکم.